برادر جان، عزیز برادر، ما حقیقت نمیزم. تا نفس یا قطیشمون، تا دینه زیمون قطیمون برادر. هیچ وقت دور نروم. برای ما امام علی رحمان کثیفه، نامرده، پلیده، دشمن ملت مای، دشمن خلق مای. ظالمی که در مسئله، در همه چیزی که هست، ما از ایرا ظالمتر ندیدم، نامردتر ندیدم. آدمی که غارت کرد همه مردم تاجیک، ما از این بدتر ندیدم. در این عذابایی که هستن ما از این بدتر ندیدم. و اگر که ما یک کمک دل مونده شده باشم و زیق باشم، اگر برادر جان، از سبب چی زیق هستم؟ از سبب چی ما دل مونده هستم؟ از سبب که وای که ما بسیاری غم در اطراف میبینم. بسیاری آدمایی که دست دراز میکنن، ما دستم به اونا رسیده نمیتونم. اونایی که فریاد زنن که ای برر، ای حاجی عمر برس میگن، ما به اونا گفتم که ما به مثل شما یک آدمم، یک عمر علیم، هیچ فرشته و ملائکه و پیغمبر نیستم. یک آدمی عادیم، چقدر که زور میرسه همین قدر حرکت میکنم. اگر که شما مرا بمانین، ما مقصد خدمت کردم، ما دعوت کردم. اگر که شما مرا قبول نکردین، در مابین این علایده گپ است. اگر که قبول کردین، ما مبارزه تا آخرش میبریم. ما در شما پیش از یک بار گفتگی بدم که اگر که همه مردم تاجیکستان رو بگردونن، اگر که مثلا ما توقع موندم، ما مبارزه خما بردن میگیرم، گپ زده رفتن میگیرم. این وظیفه‌ای که ما قسم خوردگیم. و اگر که ما گذشتنی هم باشم، هیچ کس نمونده باشه، ما دیدم که گیر کرد دشمن مرا، در یک جا گیر کرد. وقتی که زد یک تیر، وقتی دید که ما غلطیدم، یک تیر دیگه زد، دید که ما بازونو غلطیدم، بشکم وقتی که میزنم، ما با طرف مردم میکنم، یک خنده میکنم که ما همه کار ما در دنیا کردم برای شما. ما بسیار شما را دوست میدارم برادر. هیچ وقت دل خسته نشو، هیچ وقت فکر نکن عمر پس میشینه. این گپایی که ما در شما گفتم میگم که ای برادرها، او آدمایی که این روز در سر راه مردن، این مردن حق است. میتونه که هر وقت به پیش ما مرگم بیاید. نو ما کار خدمت در میدان قچشما هستم تا نفس آخره. فکر نکن برادر، ما حاضر حیاتم زنده ام، ما حاضر مبارزه ما نه سر کردگیم. تو که با ما هستی، البته تو میدون. همون لامکه تو میگویی، ما همون لامکه ترم برادر. هر باری که آواز مردم میشنوم، ما رنگی همین آب باری بلندتر میپرم، بلند میشم. هر باری که ما آواز مردمی تاجیک نمیشنوم، ما خاموش میشم، پس میشم، پایان میرم برادر. رحمتی کلام برادر جان، اون باد باش، خوشبخت باش. هیچ